روزهای سختی برای مادرم و خانواده‌اش در پیش بود. مادرم که اختیاری در این ماجرا نداشت، ترسیده و نگران خود را به دست تقدیر سپرده بود. دلش می‌خواست می‌توانست خیال پدر و مادر پیرش را که با نگرانی به آینده او می‌اندیشیدند به نوعی راحت کند، اما به راستی هیچ کاری نمی‌توانست انجام بدهد و همین موضوع باعث پریشانی و ترسش می‌شد. گویی هیچ یک از آدم‌ها راهی جز سپردن خود به دست تقدیر نداشت. برار پاشید آمدم، با خدا آمدم، برار پاشید آمدم. سلام علیکم خانم، خوش آمدید. سلام اربابزن، خیلی خوش آمدی. خبر میدادی گوسفند چیزی قربانی میکردیم، به فقیر فقرا افتخار دادید. بفرمایید. سلام خانم. روم سیاه، نمیدونستیم تشریف میارید. خونه ما همه ریخت و پاشه. ببخشید خانم. سلام خانم. خانم با شما صحبت دارن. شما بیا، پدر مادرشم بیان. بیا دیگه. کجا
بفرمایید. اسمت چیه؟ شهربانو خانم. چند سالته؟ کنیز شماست. 17 سالشه. از تو نپرسیدم. مگه خودش زبون نداره؟ چرا خانم حتما خبر داریم برای چی اومدم اینجا. خبر داری؟ بله خانم. خب چی میگی؟ چی بگم؟ قرار شوهر کنی دختر؟ مگه یه دختر چند ماه شوهر میکنه؟ اینطوری مثل سیب زمینی بیرک نگام نکن. چشم خانم. خوشحالی؟ باید باشی. قرار زن ارباب بشی. هر دختری که یه ذره آب و رنگ داره آرزوشه که زن ارباب بشه. اینطور نیست؟ شاید. یعنی بله خانم. خب دیگه خواستگاری تموم شد. همین روزا عاقد میاد عقدش میکنه. میبریمش خونه. از بابت خرج و مخارج فکری نباشین. یه چیزایی آوردم که همراهش کنین. خوب نیست با این سراریخ بیاد خونه اربابی. ممکنه آقا تو ذوقش بخوره. با اینا هم چیزایی رو که میخواید براش بگیرین. نمیخواد یه مش جل پاله و صندوق خالی همراهش کنین. اینجا همه چی هست. خب دیگه بقیه کارا رو تو راه بهتون میگه چجوری راساریس کنین. حالا بریم بیرون، من باش کار دارم. تو چرا داری گریه میکنی؟ هیچ خانم. اونی که باید به حال زار خودش گریه کنه منم، نه تو. 12 ساله شب و روزم یکی شده. از وقتی فهمیدم بچم نمیشه 1000 بار این لحظه رو جلو چشمم دیدم. فکر میکنی ساده است؟ نه. هر روز به خودم میگفتم امروز دیگه روز آخره. میره زن میگیره و من تو پستوهای خونه میبوسم. میفهمی؟ نمیدونم خانم. اما باید بفهمی. نباید فراموشت بشه که چطوری زنش شدی. باید همیشه یادت باشه که من خواستم. میفهمی؟ من اگه 100 تا زن تو اون خونه برو بیاد تو همینی که هستی میمونی. فهمیدی؟ چون اون شوهر منه. اینو نباید یادت بره. خانوم اون خونه منم. میفهمی؟ میفهمی؟ بله خانم. نمیشه از 100 تا دختری که آرزوشونه زن ارباب بشن یکی رو انتخاب کنه. من اینجا راحتم خانم. التماستون میکنم. التماستون میکنم خانم.
یکی دیگه رو نشون کنیم. نمیشه دختر، تو نمیدونی. کار از این حرفا گذشته دیگه، دست من و تو نیست. چیزهایی رو که گفتم حرف خانومه، یادتون باشه. به دخترتونم دوباره بگید اونجا با اینجا زمین تا آسمان فرق داره میره که زن ارباب بشه. خدای نکرده خنده بیمورد، حرکت بیجا، حرف نابجا، ارباب بدش میادا، ممکنه عصبانی بشه. عاقبت کارو هم که خودتون میدونید. هر چی باشه اربابه، بین مردم آبرو داره. نمیتونه ببینه کسی که اسم اون روشه رفتار درستی نداشته باشه. از من گفتم بود. برو ور شب آدم خواب نما میشه. بلند شوی داره بابن تخت سر. لای 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 لای. سلام علیکم. ای دادی بیداد خاک بر سرم. برار ارباب آمد، با خدا آمد. های برار. های مامزاده ها شد. وای خاک بر سرم. سلام. دوره افتادی که چی؟ آبروی منو ببری. خدا مرگم بدهی. ساکت شو! چرا این کار کردی؟ حرف بزن! حرف بزن! برسی الان خانمو میکشه. آبروی من بازی کردی. چرا؟ حرف بزن! یالا! میتونم تصورشو بکنم که پدرم چقدر عصبانی شده بود. آخه چرا؟ شاید به خاطر اینکه فکر میکرد آبروش پیش رعیتش میره. دقیقاً. خواستگاری از یه دختر رعیت برای ارباب بزرگی مثل ارباب سالاری، اونم به اون شکل توسط زن اولش که سالها اونو در انتظار بچه نگه داشته، واقعا گناه بزرگی محسوب می‌شده. مرزی این چیزا رو ول کنی، تحلیل‌های روانشناسی رو بذار برای بعد. فعلا بگو که جریان چیه. باشه آقا، یه 6 ماهه. چشم. بخون دیگه. چای برید. بذار دم بکشه. برو اینجا. ببه الان
ببین بعد جوری کودکیش زده فکر کنم دو تا دندونش هم شکسته. بیچاره خانم. تو ندی خانم از بس خرکش کرده بودن آورده بودنش. من یکی فکر کردم مرده. برای چی؟ گناهش این بوده که براش رفته خواستگاری؟ بابا جونم ارباب آخه زن دهاتی میخواد چیکار کنه؟ برای همین عصبانی شد دیگه. برو ببینم بیرون. چه خبره اینجا؟ جونتون در بیاد. برین پی کارتون. کار نداریم بسته دیگه. خدا به داد خانم برسه. اگه مادرش نبود حتما تا حالا ارباب کشته بودتش. فضول واسه چی داری این همه دروغ پروغ سر هم میکنی؟ ها؟ اگه به حرف شماها بود امروز باید 40 خانمم گرفته بودیم. زن شوهرن آخه به شماها چه؟ بریم ببینم. بریم سر کارتون. بین کاسه رو بگه ببینم گلسنم. بریزش دور. تو چرا اینجایی؟ برو ببینم. خب میگم چطور شد که ارباب یهو کفری شد و یهو با زد به تیر تخته؟ چند بار میپرسی؟ گفتم که نشسته بودم سر کاری تو چرت خودم بودم. یهو توران اومد بالا سرم گفت پاشو بریم. توران خانم؟ گفتم کجا بریم خانم؟ گفت با خانم باید بریم جایی. کجا؟ چی بگم؟ بلند شدیم و راهی شدیم. رسیدیم خونه عبدالله. شستم خبردار شد. فهمیدم هر چی شنیده بودم راسته. ارباب پیلش یاد هندوستان کرده. عبدالله رو بگو دیگه با شاه هم آلوده نمیخوره. ارباب دامادشه. بنده خدا ارباب رو بگو حالا باید جیب پدرزنش رو پر بکنه. هم گوشاده و هم سورا. خوشا به سعادتش دیگه نه سهم اربابی میده نه چماق بالا سرش. کاش منم دختر داشتم و میشدم فامیل ارباب. چطوری فامیل ارباب؟ چطوری پدر داره ارباب؟ ببیش چیه؟ تو مگر کار زندگی نداری؟ گردن کلفت های مفت خور بزرگی چارگو. چی شد؟ دیگه چرا ریسه نمیرید؟ نمیخواید ویر بزنید و پشت سر مردم لیچار بگید؟ همش تقصیر توی بزرگویی. کجا میری؟ کلا خوک بیا ببینم بگیرم تو را. باید بری. همین حالا هم باید بری. همین حالا. نمیرم آقا جان. غلط کردی تو. کاری نکن که بزنم تا. بیا برو. بزن اما من تنهایی نمیرم. اگه من برم خونه روستایی تو خراب میکنن. باشه بذار خراب کنن اما تو نباید به دستشان بیفتی. فهمیدی؟ تو نباید به دستشان بیفتی. به فکر ما هم نباش. بیا برو. نمیرم. یا همه با هم میریم یا هر طور میخواد بشه خوب بشه. بیا برو مادر. بیا برو. ندیدی سر زنش چی آورد؟ اون اربابه. الان جلوی چشماشو خون گرفته. یه وقت دیدی ریختن اینجا و ما و خونه رو به آتیش کشیدن. برو مادر برو. خب با آتیش بکشن. لا اله الا الله. بهتر از اینه که من باشم شما ها نباشین. راست میگه دیگه. برم بی خودی ارباب با خودت دست نکنه. اعتنا نشه بی مصرف. تو دیگه چی میگی نه؟ آخه تو چی میگی؟ بس؟ چی میگی تو؟ از دست همه بخشم از دست تو یکی هم بخشم من. آخه کجا بره برار من؟ از کجا معلوم است ارباب با ما کار داشته باشه ها؟ تو آدم نیستی که نفهم. اون اربابه به رگ غیرتش خورده. اون بازنش که مثل خودش بود اون به ساعت آورده. با ما که جیر خارج هستیم چی کار میکنه ها؟ چی کار میکنه ره؟ بیا برو دختر. بیا برو.
من خودم همراهت میام. بیا، من خودم همراهت میام. میریم لاهی جان، اونجا یه جوری گم و گور میشیم. بیا برو. اصلا همه با هم میریم. امشب غیر از این قدم از قدم بر نمیدارم. لا اله الا الله. بدبختی رو بدبختی پیجورمون بشن با گله شترق سراخ من میکنن. شوخی نیستا. کر بودید؟ نشنیدی گفتم کسی رو نمیبینم؟ اومدم بگم اتفاقی که افتاد حقم. شما خودتون رو به خاطرشون ناراحت نکنید. حال من حال اسفند رو آتیشه. اینو میتونم تحمل کنم، اما شما رو با این حال و روز آشفته نمیتونم ببینم. حرف خودتو منو انداخته رو زبون اونا که چی؟ داخل کی میخواد جمعش کنه؟ اشتباه کردم، اما به خدا نیتم فقط شاد کردن دل عزیزترین کسم بوده. اینجوری؟ آخه من چه بدی در حق تو کرده بودم که اینجوری جوابشو دادی؟ شما اجازه بدین جبران میکنم، کاری میکنم دهن همشون بسته بشه. 12 سال کمتر از گل بهت نگفتم؟ خانم خونه بودی، سنگین رو جات نشسته بودی. چی شد یه دفعه مثل آل گرفتار راه افتادی تو کوه و بیابون؟ فکر کردی میرم زن میگیرم هوو میارم بالا سرت؟ مگه خودت و مادرت 100 بار نگفتین برم زن بگیرم؟ چی شده رفته راه افتادی تو دهاتی یا یه دختر آب دهن رفته یه رعیت پیدا کردی که در دهن من رو ببندی؟ خیال کردی من بچم؟ من اگه میخواستم زن بگیرم تا حالا گرفته بودم. حقمه. کیه که بگه نگیر؟ همون بابات که همتون با تو لعنت اسمشون برای چند تا زن داشت؟ مگه نه اینکه مادرت زن 5مش بوده؟ البته که شما حقتونه. خدا رو شکر شما سالمین، کاملین. این منم که ناقصم. خواست خدا بوده، گلایه نمی کنم، شکر. اما من که برای خواستگاری ازتون اجازه گرفته بودم. الانم هرچی شما بگید همونه. امر کنین برم، میرم سر به بیابون میذارم. اما قبلش باید منو ببخشید. خواهش میکنم. تو حالا هیچ وقت دستت بلند نکرده بودم. پیش من قرب قدرتی داشتی، اما کاری کردی که از خودم بدم بیاد. اینطوری حرف نزنین آقا، دلم آتیش میگیره. شما حق خون منو دارین. اگرم از عروسی که انتخاب کردم براتون خوشتون نیامد، هر جا شما بگین همونجا میرم. هرچی شما بگین همونه.
غلامم راهی شده باشه. اون خیال میکنه چرا نیامد؟ نمیخواد بیاد. آره تو خیال جمع باشه، اون آمادنی نیست دختر جان. کاش بیاد. میاد آقا. حیوانه رو دست همسایه بسپاره راهی میشه. کلکشه زن، کلکشه. غلامم من میشناسم، برادر منه، بزرگش کردم، بزرگ. تو که نمیشناسیش، من اونم میشناسم. از اون مارمولکاست، از اون. بله. کاش بیاد، دلنگرانشم. شهربانو دلش نمیخواد بیاد. چرا متوجه نیستی؟ دلش نمیخواد بیاد. آره خدا کنه شیطان گولش نزنه. چه حرفا میزنین آقا جان؟ اون این کارو نمیکنه. حتمی میاد. بریم. خودتو این تو قایم کردی که چی؟ اینم حرف بود که زدی؟ بعد از اینکه اینطوری آبروتو توی مردم برد، خب میخواستی بگی گور پدرتم کردن. هر غلطی که دلت میخواد بکنی بکن. این همه بروبیا برای این بود که ساده برگزار بشه. حالا باید دایره دنبک دست بگیرم جلوی عروس یه لنگ پا برقصم. بعد همه دنیا غصه رو دلم سنگینی میکنه. مادر تو دیگه دست از سرم بردار. عوض که یه بار از اون دوش من برداره. آخه مگه عقل نداری؟ خب بهش میگفتی بی سر و صدا عروسشو میاریم تحویلش میدیم. والا من نمیدونم با کدوم سازتو برقصم. گفتی برو قبل از اینکه دختر برادر حشمت خان دورکلایی رو برداره بیاره بذاره بر دلمون با دختر عبدالله رازیش کن. گفتم چشم. حالا که قبول کرده شدی آینه دقیقه مگه چرا قبول کرده؟ اینجوری؟ گفتم برو کلا بیار رفتی سر آوردی. مادر من همین که قبول کرده یه دختر رعیت رو بگیری باید خدا رو شکر کنی. والا احتراممون گذاشته به حرفمون بوده. بابا مرد اربابه، آخه حرمت داره. اگه بهش میگفتم بیا برو این دختر دهاتی رو بی سر صدا بگیر، فکر نمیکرد یه کاسه زیر نیم کاسه هست؟ اینقدر از این ور اون ور شنید که ارباب میخواد دختر رعیتش رو بگیره که آسی شد. اصلا من از اولم نباید به حرف تو و بقیه گوش میدادم. وگرنه اون تا آخر عمرش حتی به فکرش هم نمیرسید دست رو من بلند کنه. الهی بمیری توران که آدم نمیشی. مبالم بخوام برن در میزنن. یه چیزایی شنیدم. چی شنیدی؟ عروس فراری شده. چی گفتی؟ الهی لال بشی توران با این خبر آوردنت. به خدا منم شنیدم. انگار همه بار کردن زدم به کو. یه عزت بفهمه خیلی بد میشه. خب چرا نشستی؟ اگه ارباب بفهمه همه کاسه کوزامون در میریزه. باید نصرالله و شمسالله رو خبر کرد. بی سر و صدا. چشم.
کیه؟ چی عبدالله؟ یا شازده ابراهیم یه صدایی شنیدم. چجوری بود آقا جان؟ نمیدونم کیه. حتمی غلامه. عمو غلام عمو. بس یواشتر. چی آقا جان؟ بلند شین تا گیر نیفتادیم باید از اینجا فرار کنیم. بلند شین دیگه. ها بیارین. وای آی که مادر چی مادر جان پاشین. قمانم دارم روی زمین موندن خوابیدم. انشالله میریم میرسیم. چی بود؟ آقا جان چی شد؟ ای از خدا بیخبر به آقا جانم چی کار داشتی؟ آدم پشت کنار باشتا خانم. من اجازه ندارم بهتون کاری داشته باشم. هرچی باشه قرار زن ارباب ما میشی. کنار باشتا. کنار باشتا. اینم حالش خوب نیست. ما هم حالمون خوب نیست. تمام شب رو دنبال شما گشتیم. خستیم. پس راهی میشیم. به فکر عبدالله نباشی. حالش میاد سر جاش. طوری زدم که نمیره. فقط یادش نمیره که از این به بعد باید رو حرف حرف نزنه تا اینکه فکر فرار بکنش بزنه. بلندش کن برده بریم. چه کار داری با این بنده خدا؟ برش دار. عبدالله باش عبدالله. سلاگمانه ده. بیا بریم. خلال را بیافتید. خورشید خلال را بیافت. مادرت بردر بیاد. آقا نصرالله آقا شمسالله اومدن. خبر مرگشون. بیا. انگاری دست پر اومدن. چی میخواد بشه ننه؟ کور که نیستی. میبینی که همه دارن بشکن میزنن. ناسلامتی عروسیه. آقام یه جوریه. انگاری اصلا به حال خودش نیست. میترسم ننه. آقام که اصلا راضی نیست. خوبه اینقدر آخام نکن. اون بابای تو نیست، شوهر خواهرته، عزت خان سالاری، ارباب، اونی که میخوایم زنش بدیم. بابای تو همون بی غیرتیه که رگ به بدنش نیست. این به آقا عزت چه مربوطه؟ اون که با ما بد نبوده، بدم نیست. تازه این خودتونین که میخواین براش زن بگیرین. این خونه هم اونقدر بزرگ هست که برای یه نفر دیگه هم جا باشه. آره اما این دل مرداست که خیلی کوچیکه. هیچ وقت مهر دو تا زن توش جا نمیگیره. ترسم از اینه. میترسم یه دفعه به خودمون بیایم ببینیم بودن و نبودنمون هیچ توفیری به حالش نداره. اون موقع است که باید عصا گرفت. چاره چیه؟ با این چیزایی که شما میگید چاره‌ای جز صبر کردن و دعا کردن نداریم. فرخ گوش کن. این روزگار گرگ‌تر از اونیه که تو خیال میکنی. باید
به هوش باشی. نباید بذاریم یکی دیگه هر کی که میخواد باشه ما رو از میدون به در بکنه. باید حواستو جمع کنی. اگه حواستو جمع نکنی یه دفعه دیدی همین تویی که ارباب اگه بخواد آبم بخوره بی تو نمیخوره، شدی پشکل جمع کنه گوسفنداش، شایدم بدتر. سلاحی بمیری توران، تو آدم بشو نیستی؟ خبر مرگت 100 دفعه نگفتم هر وقت میخوای در این طویله رو باز کنی در بزن؟ بله چشم. یه خبری شده بود گفتم بیام بگم. خانم جان کجاست؟ تو اتاقشه؟ نمیخواد. بیچاره بچم همین الان یه چرت خوابیده. حرفتو به من بزن. از قرار عبدالله و زن بچهش رو گیر آوردن و برگردوندنشون. دختره چی؟ اونا رو ولش کن. اونم آوردن، همه رفتن خونشون. کسی که چیزی نفهمیده، یعنی سر و صداش که در نیومده. نه والا آقا نصرالله آقا شمسالله گفتن خاطرتون جمع، آب از آب تکون نخورده. خبر مرگشون برادرای دروغگو. لابد مثل قضیه خواستگاری که هیچ کس نفهمید. چه عرض کنم خانم جان؟ جانم مرگ شده. به جای تو اگه 100 بزرگ میکردم لااقل برام پارس میکرد. به من چه براره؟ من زبانم مو در ورد بس که گفتم نرو. اگه کسی بهشون خبر نمیداد به گرد پام نمیرسیدن. امان از دوز خانگی. تو آستین خودم مار پرورش دادم. مسلمانی؟ به پیر، به پیغمبر، به همین امامزاده که سایش بالا سرمه من نگفتم. این دوتا نامرد نمیدونم از کجا دفعه بو برده بودن بالا سر من پیدا شدن. داشتم حیوانه رو تو طویله یارعلی جابجا میکردم. قبول نداری؟ برو از خودش بپرس. همچین زدن تو صورتم اینا دارم گیجم هستن. ولش کنیم بنده خدا رو بابا. این نمیگفت یکی دیگه میگفت. خلاصه میفهمیدن. همش تقصیر منه. هیچ کسی دیگه هم دخلی نداره. کاش میمردم، همه راحت میکردم. زبانم لال دختر، چی کنیم؟ قسمت دیگه. با قسمت و تقدیرم نمیشه جنگید. لعنت به این بخت اقبالم. ای کاش میتوانستم فرار بکردم. فضولی نباشه برار. این کارا سنگ به در بسته کوبیدنه. مگه نشنیدی چی شد؟ دیگه کار تمامه. امروز نبرن فردا حتمیه. به جای اینکه اینطوری بیایم ابروی خودمون ببریم، بیام مردم داری کن. من کوچکتر از تو اما جسارت فضولی نباشه. اما به فکر شربانو باش برار. الحمدلله نه دزدی کردیم نه هیزی. میخوام دخترمونو شوهر بدیم. اونم با کی؟ با ارباب. کم آدمی نیست برار. کیه که دلش نخواد فامیل ارباب بشه؟ گوش کن برار. الان دوست و دشمن مندن ببینم من چیکار میکنم. همین حالا که هیچ خبری نیست همه یه جوری دیگه به من نگاه میکنن. معلومه دیگه حالی به حالی شدن. شدیم فامیل ارباب. حیف نیست با لجبازی بسط خنده مردم رو بندازی؟ ها؟ به جای این کارا بریم مایه عروسی بشیم. من که نکردیم. بیالا کو گل شادی بکاری، بشیم
از کوه و از صحرا دواری. ای خدا تو می عشق و امیدی من تی عاشق. بیا تا از چومان بارش بباری. بیا تا از چومان بارش بباری. تو دختر عبداللهی؟ سلام ارباب.